سلام، خیلی خوش اومدیم به اولین قسمت که نه، دومین قسمت از دوره مقدماتی ورود به بازارهای مالی. توی قسمت قبلی با اینکه بازارهای مالی چی هن، تفاوتاشون و فارکس، کریپتو، اینجور چیزا آشنا شدیم. امروز میخوایم بریم بپردازیم به اینکه چطوری باید به این بازارها وارد شیم و با اونها کار بکنیم. از اونجایی هم که میدونم اکثرتون علاقه دارین به اینکه توی بازار کریپتو فعالیت بکنین و حالا ارزایی بخرین، سرمایه گذاری بکنین، اول میریم سراغ بازار کریپتو تا آموزش کار کردن اونو بهتون بدم. در قدم اول ما نیاز داریم به اینکه پول بدیم و یه ارزی بخریم. خب طبیعتا با صرافی‌های خارجی هم که تحریمیم نمیتونیم کار بکنیم، پس نیاز داریم به یه صرافی ایرانی. یه صرافی ایرانی خیلی معتبر و خوب که جزو قدیمی ترین صرافی ایرانی هم هست، من خودم هم چند ساله دارم باش کار میکنم، صرافی نوبیتکس هست. اسمشو اینجوری براتون مینویسم. وارد سایت نوبیتکس میشین یا حالا از گوگل پلی اپلیکیشنش رو دانلود میکنین روی موبایل. بعد از اینکه نرم افزار نوبیتکس رو دانلود کردین با یه همچین صفحه مواجه میشین که توی قسمت داشبورد یه نمای کلی از بازار و اپلیکیشن داره به ما میده. توی قسمت بعدی بازارها جایی هستش که ارزهایی که توی این صرافی موجوده و حالا لیسته میتونید خرید و فروش کنید بهتون نشون میده. توی قسمت مبادله جایی هستش که شما خرید و فروش خودتون رو باید انجام بدین. یه قسمت تعهدی داره این بالا، یه قسمت اثبات که با قسمت تعهدی شما هیچ کاری ندارین، سمتش نرین، خواهش میکنم انگولکش نکنین، دست بهش نزنید که به جز ضرر هیچی براتون نداره اگه که، چون مبتدی هستین و هنوز بلد نیستین خیلی. توی قسمت اثبات اینجا که نوشته بیت کوین، روی این کلیک میکنم و هر ارزی که بخوام بخرم رو انتخاب کنم. مثلا الان تتر میخوام بخرم، میزنم روش و ارز تتر رو برای من میاره. اینجا نوشته با تعیین قیمت. یعنی چی؟ یعنی الان قیمت تتر 57,000 تومانه، من مثلا میخوام توی قیمت 56,000 تومان خرید کنم. و قیمتی که میخوام اینجا وارد میکنم 56,000 تومان. این پایین یه اهرامی هست که میتونی اون مقداری که میخوای بخری و انتخاب کنی. یه موقعی هست که نه، قیمت برات اصلا مهم نیست، دوست داری همین الان خریدتو انجام بدی. اینجا گزینه سریع رو میزنی، قیمت بازار هر چی که باشه همون لحظه برای تو خرید میکنه. دو تا دیگه گزینه هم داریم، حد ضرر و OCO، که خیلی با این دوتا کاری نداریم. هر میایم تو همون گزینه سریع، خرید خودمون رو با قیمت بازار انجام میدیم. تایید. امتیازم نمیخوام بدم. بعد از اینکه خریدمون انجام شد ارزمون میره توی قسمت کیف پولمون. الان من 42,000 تومان تتر دارم. برای اینکه بتونم اینو برداشت کنم باید احراز هویت انجام بدم. وارد قسمت منو میشم، روی احراز هویت کلیک میکنم و چند تا کار ساده از ما میخواد که انجام بدیم، مثل ثبت شماره تلفن و آدرس و عکس و اینجور چیزا. بعد از اینکه اینا رو انجام دادین میتونین ارز خودتون رو برداشت بکنید و انتقال بدین به ولت خودتون. من همیشه گفتم صرافی جای نگهداری ارزها نیست، صرافی یه جایی برای خرید و فروش. پس به هیچ وجه نباید ارزهای خودتون رو توی صرافی نگه دارید. ولت یه کیف پول آنلاینی هستش که شما روی حالا موبایلتون، روی سیستمتون دانلود میکنید، دارید و میتونید ارز خودتون رو اونجا به صورت خیلی امن نگهداری کنید. یه ولت خیلی معتبر و کار کردن باهاش هم خیلی راحته، تراست ولت هست، اسمشو مینویسم. کار کردن باهاش هم هیچ کار سختی نداره. 12 تا کلمه به شما میده. به هر دلیلی شما گوشیتون گم شد، خدای نکرده، یا ولتتون پاک شد، یا هر اتفاق دیگه افتاد، با داشتن این 12 تا کلمه میتونید ولت خودتون و داراییاتون رو برگردونید. پس حتما این 12 تا کلمه که بهتون میگه یه جا بنویسید که داشته باشید پیش خودتون. وارد تراست ولت خودم میشم. اینجا همونطور که میبینین ارز تتر رو ندارم. من روی گزینه منیج کریپتو کلیک میکنم و ارز تتر رو اینجا سرچ میکنم که حرف اختصاریش USDT هستش. خب الان میبینین چند تا تتر برای من آورده. من باید تتر خودم رو روی اون شبکه‌ای که میخوام انتقال بدم انتخاب کنم. الان گزینه اول USDT، جلوش نوشته اتریوم، روی شبکه اتریوم هستش. دومین گزینه نوشته که ترون، روی شبکه ترون هست، سولانا و حالا گزینه دیگه که باهاش کار نداریم. من الان به فرض مثال میخوام ارز خودم رو روی شبکه ترون
انتقال بدم. خب اینجا تیکش رو فعال میکنم و ارز تتر توی ولت من اد میشه. روش کلیک میکنم، چند تا گزینه برای من میاره: send, receive, buy, sell. buy و sell که قطعا از اونجایی که ما تحریم هستیم نمیتونیم استفاده کنیم چون باید دلار واریز کنیم، پس کاری باش نداریم. میمونه send و receive. برای دریافت روی گزینه receive کلیک میکنم و همونطور که میبینین این آدرس کیف پول من هست. الان برای من آورده USDT روی شبکه TRC20 که شبکه ترون میشه. این بالا هم به من یه اخطار داده، نوشته که فقط ارز تتر خودتون روی شبکه TRC20 انتقال بدیم به این آدرس. خب آدرس خودم رو کپی میکنم، وارد صرافی خودم میشم. شبکه هایی که میتونیم انتقال بدیم و اینجا نوشته تتر روی شبکه TRC20 و ERC20 پالیگون. کارمزدهاشون هم که جلوشون نوشته. کمترین کارمزد رو شبکه TRC20 و BP20 دارن که حالا من TRC20 رو انتخاب کردم، تفاوت خاصی ندارم. اینجا باید دقت داشته باشین که وقتی که میخواین انتقال بدین حتما همون شبکه‌ای که توی ولتتون انتخاب کردین اینجا هم همون رو انتخاب کنید، چون اگه اشتباه انتخاب کنید ارزتون توی شبکه گم میشه و پولتون از دست میره. پس باید اینجا هم TRC20 رو انتخاب کنید. بقیه‌اش هم که دیگه مشخصه. آدرس کیف پولی که کپی کردین رو اینجا وارد میکنید، مبلغی که میخواین انتقال بدین انتخاب میکنید و گزینه برداشت رو میزنید. به همین راحتی و ارزتون انتقال پیدا میکنه به ولتتون. حالا اینجا من چون کمتر از $3 نمیتونم انتقال بدم، ولی شما اگه که مقدارتون درست باشه راحت میتونید انتقال بدین و اینجا ارز میشینه به ولتتون. حالا اگه خواستیم ارز خودمون رو بفروشیم باید همین مراحل رو دقیقاً برعکسش رو تکرار بکنیم. میریم توی صرافی، ارزی که میخوایم رو انتخاب میکنیم و آدرسش رو میدیم به ولت، از اون هم انتقال پیدا میکنه میاد توی صرافی. و فکر میکنم همه چیزو گفته باشم تا اینجا، چیز دیگه نمونده باشه. توی قسمت بعدی میریم سمت این که چند تا سایت کاربردی بهتون معرفی بکنم و بریم کم کم روی چارت، نمودار و بریم سراغ تحلیل کردن. خلاصه که بیاین پا به پای من، بیاین جلو. امیدوارم که همه بتونیم با هم دیگه بهتر کنیم و به جای خوبی برسیم. دوستتون دارم. فعلا.